سلام غلامی سفرستان بازم آقای غلامی خوب بشونیم سلام آقای دورگزه البته نه به آقا پخش میشه. آقای دورگزه عزیز دوستا در حال پر زدن هم آقای دورگزه چند پروای داره. خب به ایده شما چی میگید؟ فیسکوت بلفی کدامه؟ تکیه جان. خب تکیه شما و شایب جان نظری خودم بگم؟ آقای نظری خلیصه رحمت جانم با آقای نصرت. خوش گذشت امروز حسابی یا خیر؟ تشکر. از کدوم خاطره بهتر دارم به غیر از آقای شریفی؟ والله از همه دوستا خاطرات بسیار عالی. از شایب جان نظری چی دارم؟ اونا خود دیگه هم اونا که متفاوت هستن. آها از آقای نصرت و از باریس و دوستای ایرانی که مهمان آمدن از ایران آمدن. دوستای ایران هم بسیار انسانای شریفی هم ولی یک کمی جدی‌تر هستن. خیلی خوب تشکر. ببینید که نظری سه اینا چه کار میکنن؟ نظری سه تشکر. سلامت باشین، زنده باشین. آقای نظری خوش گذشت. من این سوالی که بودم از شما کردم به استاد حمید ماهی سفر کمدین ایرانی که هسته، چرا وقتی داخل میایی اصلا چهره و آدم خنده میگیره؟ خیلی خوش میاد از چهره آقای ماهی سفر به خاطر که مردم رو به همون چیز میبینن، به همون اسم یا به همون چیز میشناسن. یکی از جوکای رو بگید دوستا هی شما نگاه میکنن خیلی کار ندارم ولی واقعا دوست دارم خصوصی ندارم. خب من تو دیوندی رو هم دوست دارم، اصلا دیوندی رو هم دوست دارم ولی فعلا هم مسئول پرویزیون فکر کنم دیگه طرف هیچی از نمیه. خب من تو با آقای نصرت ببینم که اونا چی خاطره دارن از شما، چون بیننده های آخلصه دارن شما نگاه میکنن، حداقل یک جوک بسیار مقبولی شما آماده کنید. آقای نصرت سلام. علیکم السلام. خسته نباشید. سلامت باشید. زنده باشید. خاطره مقبول امروز بگین از کی خاطره بهتر داره؟ آقای شریفی به دست نیارن که اونها حسابی امروز نه به هر حال با همه دوستا خاطره خوب داشتم که امروز این وقتا زیاد پر زیاد بزنیم چون تمام با دوستا میشن باز امروز کاملا پروازی و خیلی متفاوته. امروز فرق میکنه. چی فرقه؟ یکی که دوستا خیلی جدی هستن. خاطره از دوستایی که از ایران تشریف آوردن امروز مهمان ما و شما بودن. البته خود شما هم مهمانید چون که میکنم با دوستا آشنایی نداشتین. شما به غیر از استاد که در حال گرفتن فیلم هست دیگه از کدام یکی شما خب من خاطره خاص فلان کنه دارم منتها همین که برنامه تون برنامه‌ریزی کردم فکر کنم بعد از این برنامه‌ریزی ما بازی هست که اونجا شما قصد رفتن داشتیم چند دقیقه پیش کار شما ولی این برنامه‌ریزی ما مسئول کردیم یعنی پشیمون شده دیدیم که هوا تغییر کرد و دوستان قرار آسمان چکار شد؟ آسمان قسمت ما بود که بیوار شد. تشکر از شما. نظری سه حتما نظری سه خب چی شد؟ جوک همین ماهی سفر نمیشه از ماهی سفر برای شما نگم یک چیز دیگه بود. خیلی باشه باز بمیگم از ماهی سفر شما باز از یک دیگه بود. اصلا برای شما یک خاطر خیلی کوچیک تعریف میکنم. فکر کنم برای خود من همیشه خنده دارم و خود کنم برای شما بود. ببین ما 4-5 براره به این خاطر با هم میگم 4-5 تا چون بعضی مردونه پر حساب میکنم. برار خوردم یک علاقه خاصی به سگ داره. خیلی خوشه. باز این سگار جمع میکنه به دور خب رو خونه و یک خونه خرابه این داخل این خونه خرابه بر سگ جمع میکنه. یک خوبی داره که تمام سگایی که داخل شهر مشکل داره می جمع میکنه. اگه دست شکسته چیش میکوره یا کمر شکسته یا بوم نداره یا سر نداره اینا جمع کنه. اصلا نونم خیلی اونو میره میکنه بعضی وقتا. یک سگی که یک کم تنهی کلونتر بود این انتخاب کرده بود که وقتی دوز چیز میه سر صدا کنه رو داخل خونه باشه. باز این سگ یک چیشم ندید. از یک طرفی که ما میرفتیم ما رو نمیدید، از این طرفی که میرفتیم به دنبال ما میشد. شب که شیشته بودیم نون میخوردیم سر صدا سگ که نبود بابام میگفت شکرم برو رو سگر درده که سر صدا کنه. باز میرفت رو سگ درده رو سانتن تیلوزون که روی در میدن یک سمت بگیره. یک سگ دیگه از وسط کمری بهش کسته بود حادثه کرده بود. ای که دنبال یک چیز میدوید میرفت وقتی که میرسید ترمز میگیرید دنبی در میخورد از این طرف میاد به دهنه میشد.
یک سگ دیگه گرفته بود که 2 تا پا ندیش. این همیشه میآورد وقتی که دنبال چیز کس ماسپره این رو سکل میکردی، سگ کوکا میکرد و برای رو سکل دیگه خودتون خوش البته این خود نوید بالات نمک بخونی ولی الان زیاد سگ داره دوست داره. من زیر تاثیر نرفتم، هوا خیلی گرمه، هوا خیلی میگم که چیز دیگه مای صفت گفت که بنده خدا رفت، بنده خدا لخت میره به جبهه. از این پرسیدن که چه لخت آمده؟ گفت مگر قرار نیست که دشمن تجاوز کنه؟ اگر از این حالت رو نه من فقط خواستم که یکی از دوستان تو بود خواستگاری گفتم ما بیامدی خواستگاری قدم تو روی چشم چرا خیلی زرشلواری آمدی؟ ما گفتیم شاید وصلت چشیا برم اینجا بمونه. یکی از فکرهای قدیمی ما این صفته. تشکر دوستان گرامی، پاریس ایران هستن. ببینیم که اینو چکار کردن. البته خیلی زحمت کشیدن، دست رو درد نکنه، غذا جور کردن با شاید نظری خب یکم غذا بینمک و دیا با ما همراه باشن. غاری صاحب سلام عرض شما. سلام علیکم خدمت شما دوستان. تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما متقابل. غاری صاحب من سوال اول از شما پرسان کنم، شما خیلی خوشخنده اید و باز شما رو شاید جان که خودم نگرم بخیطیم ماشاءالله رنج هر دوتا گله. یک خاطره از غذا پخته کردن امروزه بگید. باید این سنگی ما هم ببینیم تا نمکات بیارده پیش که برو قربیلی ها بریزه و خاطره که آشپز ما بینمک خوش داره دگران مرد نظر نگیرفتن. ما امروز تقریبا فکر کنم شاید 15 نفر باشیم نه؟ بله 14 نفر فدای سر شاید جان نظری شده مخاطره که اونا بینمک داشته. همین از که بای نظری بالا مستنگیره نه که اینا رو باید میدیشون به خودش سیبتر میکرد. نقشه ای که مرتب هم نظر دیشتن بازی رو چون شما دیشتن. خب یک خاطره که باز من البته به همه گفتم که در مورد آقای شریفی نگم. شما یک خاطره از آقای شریفی میزبان ما شما بگید. آقای شریفی که هست امروز ما نمون کردن مسلمان مشیرات بیان و در بفهمید از اینکه ما گوسفند نمی‌کشتن و ما ببینید دادن با در تشکر خاطره همین هم کافیه با آقای شریفی. یکی از 4 بیتی‌ها یا 2 بیتی‌های آقای شریفی شما یاد دارید؟ بله بخوانید. فریبا بیا قربانت بشم جام رو فرقم خدای قولت شم اینجا کت بگید. به هر حال تشکر از شما. زنده باشیم. ما امروز خیلی خوشحالیم که در کنار شما دوستا هستیم. سلامت شما. خداوند شما رو موفق و کامیاب داشته باشه. آقای بریزی گل، آقای نظری گل، سوسایی سر همه دوستان عزیز شریفی سر که امروز زحمت خاصی کشیدن. خیلی خوشحالیم در کنار ما ببینیم. خدا خوشگذشت ولی خدای حال ما شما از کل اجازه یک دوست ما خیلی آقای بریزی و خیجان بریزی که در کنار ما نیستن. تشکر بسیار زیاد از شما. ممنون شما چای خود راحت بخورید ماشاءالله اینجا. خب به هر حال چرا نشان خب باید همینجا کامرامین ماشاءالله خب ترجمه میکنن انرژی ها رو دوستان و خلاص دقیق نگاه کنن. خب دوستان دیگه هم هستن اینجا. سلامی هم دارم خدمت برادر بزرگ ما. تشکر، سلامت باشید. امیدوارم که خوش گذاشته باشید. یعنی سلامت باشید. بگم با همچنین جمع دوستانه که البته مثل شایجان نظری و مثل پاریس و مثل آقای شریفی و آقای بارگزی اینا دیگه با همچین جمع نشسته بودی گفتید. یعنی به همین رقمی که مجلس گرم بود. داستان هم مثلا یکی داستان پیرمرد داره گفت، یکی داستان فلانه گفت. مالک به پیرمرد داستان پیرمرد خاطره خوبه دیگه خلاصه
یعنی خوش گذشت، حسابی خوب بود ها. شما یه خاطره از آقای شریفی بگین امروز. آقای شریفی چه کار کرد؟ آقای شریفی همین دوشماری آخرم. فقط از اول برنامه تا آخر که من دنبال می‌بینم کم یک بگم من دوشماری آخر چی بود؟ تا آخر دست ما گفتم. دیگه برای شمار دوشماره را آخر از یاد نه تشکر بسیار زیاد از شما. از اون بیننده همراه باشید تا ببینیم که بیرون چه خبره با ما.